الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پهن کنندگان بی حیایی که هایند؟ پهن کنندگان بی حیایی امروزها اون مردمی هستند که در شبکه های اجتماعی رسم و نوارهای حرام پهن می کنند. رسم و نوارهایی که الله رب العالمین از آن راضی نیست. تنها از این گونه رسم و نوارها شیطان خوشنود می شود. رسم و نوارهایی که در آن مردان و زنانی نیم برهنه و لوچ است، زنان بی حجاب است، ترغیبات بی حیایی و ترغیبات زنا است. العیاذ بالله. برای اون برادران و خواهرانی که چنین رسم و نوارها را در شبکه های اجتماعی پهن می کنند، می خواهم یک سخن پاک پروردگار را به آنها برسانم. شاید که به خود بیایند و از این کار شیطانی دست بکشند. خوب باید داشته باشید برادران و خواهران عزیز، پیش از آن که چنین رسم و نوارها را پهن می کنید، خوب باید داشته باشید این سخن پاک پروردگار را که چی می فرماید. استعیذ بالله. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخره. بیگمان اون کسانی که دوست داشتند که در بین مؤمنان بی حیایی پهن شود، برای آنها در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است. العیاذ بالله. یعنی آنها خودشان بی حیایی را پهن نکردند به مثل شما. اونها تنها دوست داشتند که در بین مؤمنان بی حیایی پهن شود. خداوند برای آنها اینقدر عذاب دردناک را وعده کرد. پس شما خوب باید داشته باشید که با دست خودتان بی حیایی را پهن میکنید. خوب باید داشته باشید برادران و خواهران عزیز، مبادا روز عذاب دردناک خداوند در همین دنیا دامنگیر شما شود. به سبب لایک ماندن، به سبب به دوستانتان فرستادن، به سبب در شبکه های اجتماعی آن را پهن کردن، در بین مؤمنان بی حیایی را پهن نکنید و بیش از این خداوند را به غضب نآرید. روزها می گذرد، ولی این چیزهایی که شما در شبکه های اجتماعی پهن می کنید تا ابد باقی می ماند و گناه آن در نامه اعمال شما ثبت می شود. از خدا بترسید برادران و خواهران عزیز. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.